کفر آشکار. خالق ارض و سمایی حیدر حیدر روزی ده ما سبایی حیدر حیدر عبد خدا و خدایی شه دریا دل حیدر حیدر مستم و حیدر پرستم حیدر حیدر مستم و حیدر پرستم شه دریا دل حیدر حیدر. بگو من فقط بشری هستم مثل شما. به من وحی می شود که تنها معبودتان معبود یگانه است. پس هر که به دیدار پروردگارش امید دارد باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک قرار ندهد. بینندگان عزیز، الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم می‌فرماید: بگو من فقط بشری هستم مثل شما. اما ببینید این شیعه رافضی در مورد سیدنا علی رضی الله عنه چه میگوید. خالق ارض و سمایی حیدر حیدر روزی ده ما سبایی حیدر حیدر عبد خدا و خدایی شه دریا دل حیدر حیدر مستم و حیدر پرستم حیدر حیدر مستم و حیدر پرستم شه دریا دل حیدر حیدر. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. آیا کسانی را همتای او قرار می دهند که چیزی را نمی آفرینند و خودشان نیز مخلوقند و نمی توانند آنان را یاری دهند و نه خودشان را یاری می دهند؟